سلام دوستان، وقتتون بخیر. با یک اصطلاح جدید در خدمتتون هستم. بریم که اصطلاح رو بخونیم. برو پی کارت. برو پی کارت. Git işine. Git işine. برو پی کارت. مثال نگاه کن. Git işine. Neden sen hep kavga ediyorsun? Git یعنی برو. ایش به معنی کار، این پسوند مالکیت، ا پسوند به. میگه ندن، نه به معنی یالا برای چی، یالا ندن یعنی برای چی، یالا نه به معنی چی، دن پسوند از میگه برای چی، بالا به خاطر چی. سن تو، هپ یعنی همیشه، کاوگا دعوا، ادیورسون اتمک انجام دادن کاری است. حالا ایور پسوند زمان حال، سونم پسوند فعالی برای شخص، سن هستش. خب میگه گیت ایشینه ندن سن هپ کاوگا ادیورسون. برو پی کارت، چرا تو همیشه دعوا میکنی. اصطلاح خوبی است، حتما یاد بگیرید. لایک و سابسکرایب یادتون نره.